حالا براتون سوال پیش اومده که چرا تیم چلسی هنوز رو پیراهنش اسپانسر نداره؟ با توجه به اینکه بازار اسپانسری روی پیراهن یکی از جذاب‌ترین بازارها برای تیم‌های دنیاست. به عنوان مثال اسپاتیفای هولوش 90 میلیون رو به بارسا پرداخت می‌کنه. امارات هم به رئال مادرید هولوش 70 میلیون پرداخت می‌کنه و اسپانسر تیم منچستر سیتی هم که اتحاد باشه هولوش 90 میلیون رو پرداخت می‌کنه. ولی خب چلسی هنوز نتونسته اسپانسر تو این زمینه واسه خودش جذب بکنه. سه تا دلیل مهمی که چلسی هنوز نتونسته اسپانسر واسه تیم جذب بکنه، یک به خاطر اینکه بحث مدیریتی ذره بی‌ثبات هستن و دومین دلیلش هم بحث اون استراتژی‌های مالی هستن که دنبال قرارداد بلند مدتن. و مهمترین دلیلی که چلسی نتونسته تو این چند سال اخیر اسپانسر تو بحث پیراهنش بگیره اینه که این 2 سال اخیر تیم چلسی تو لیگ قهرمانان اروپا حضور نداشته و باعث شده که اون جذابیت تجاریش کم بشه. ولی با توجه به اینکه تیم چلسی امسال عنوان قهرمانی جام باشگاه جهان رو تونسته کسب بکنه، حتما امسال دنبال قرارداد بلند مدت با یک اسپانسر خوبه.